ضمن واخوری با ساکنان و فعالان ناحیه شهر نو، وکیلان مردمی، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نقطه‌های مهم پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به مجلس عالی حکومت جمهوری تاجیکستان شرح و توضیح دادند. ضمن تحلیل و بررسی نطق پرمحتوای پیشوای ملت ذکر کردید که در پیام سرور دولت سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت برای دوره‌های آینده معین شده است و برای رسیدن به هدف‌های اساسی از جمله تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحت در نزد ما ساکنان باننگ و آر کشور وظیفه‌های مشخص به میان گذاشته شده است. یعنی پیام امساله پرزیدنت دولت که با تحلیل عمیق دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور ارائه گردید و دستور راهنمایی‌های سرور دولت را در همه جبهه‌های خواجگی خلق در بر گرفت. امروزها برای اهل جامعه ما نقشه فعالیت میباشد. تاکید شد که هر نقطه در پیام ذکر گردیده از دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت به حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، حمایت استقلالیت دولتی و دستاوردهای خلق تاجیک روانه گردیده. مقصد اساسی رهبریت عالی کشور تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت، فراهم آوردن شرایط باز هم بهتر زندگی و در عرصه بین المللی بلند برداشتن آبروی وطن عزیزمان می باشد. همچنین وکیلان مردمی، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تاکید داشتند که در خاتمه پیام خویش سرور دولت با اظهار باوری به قابلیت تشکیلاتچگی تمام خدمتچیان دولتی و سیاسی و مردم شریف تاجیکستان اظهار باوری نمودند که این اعتماد در نزد هر یک فرد با آر و ناموس کشور مسئولیت بیشتر را واگذار می نماید تا منفعت‌های دولت و ملت را از همه بالا گذاشته تمام دانش و تجربه و کوشش و غیرت خود را برای زندگی آرام و آسوده و با سعادت خلقمان سفربر سازند. همچنین در آخر واخوری صحبت آشکارا با ساکنان دایر گردیده از جانب آنها تکلیف و پیشنهادات داده شد. از روی نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو چنین واخوری و ملاقات‌ها در جماعت و دهات نیز گذرانیده می‌شود.